أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله المولانا العظیم. برادران و خواهران عزیز، تمنیات نیک خود را تقدیم می کنم. امیدوار هستم که خداوند متعال ای ایام خجسته رمضان را وسیله تکفیر گناه های ما قرار بدهد و توفیق نعت بفرماید تا بتانیم به پیشکش اعمال صالحه، آنچه که لازم یک مسلمان است در این ایام خجسته و مبارک با خود داشته باشیم و بتوانیم که راه تقرب را به سوی خداوند متعال بپیمانیم. میخوایم که به شکل مختصر در روشنی آیات متبرکه سوره مبارکه قدر مطالب خود را داشته باشیم. واضح است که سوره مبارکه قدر از جمله سوره های مکی است. عرف علما در رابطه به تفسیر امیست که به خاطر فهم بهتر مطالب قرآن کریم بحث نزولی قرآن کریم را عمدتاً به دو بخش تقسیم می کند که سوره هایی که در مکه مکرمه نازل شده به نام سوره های مکی و سوره هایی که در مدینه نازل شده به نام سوره های مدنی یاد می کند. و تعبیر دقیق ترش بگویم، سوره ها و آیاتی که قبل از هجرت ولو که خارج مکه نازل شده باشد به نام سوره ها و آیات مکی یاد می شود. و علت از این تقسیم هم امیست که قضایایی که مربوط به عقیده است، توحید، رسالت و معاد، این سه قضیه مهم را علاج میکنه سوره های مبارکه که در قبل از هجرت نازل شده باشد. رابطه ایمانی را تقویت میکند. شکوک و شبهاتی که در هر سه مورد وجود داشته باشد، این سوره ها متصدی حل از اون مشکلات. سوره هایی که بعد از هجرت ولو که خارج از مدینه منوره نازل شده باشد به نام سوره های مدنی یاد می شود. و در این تعبیر گفته می تانیم که شالوده چگونگی نظام عملی یک مسلمان در حقیقت تبارز داده شده است. از این خاطر است که احکام عمدتاً و به تعبیر دیگر کلاً در مدینه منوره نازل گردیده. اگر بحث نماز است، اگر بحث روزه است، اگر بحث زکات است، اگر بحث جهاد است، اگر بحث حلال و حرام است، وقتی که ما تحلیل میکنیم همه را ما شما در سوره های مدنی بهترتر و دقیقتر تجلی داده شده است. پس سوره مبارکه قدر از جمله سوره های مکی است، دارای 5 آیات است. بعد از سوره مبارکه عبسه نازل گردیده و در مصحف بعد از سوره مبارکه اقرأ قرار گرفته است. واضح است که صحبت در رابطه به این شب بسیار با عظمت، شبی که در حقیقت همه ابتهال و فرح و خوشی را به قلب یک انسان میدهد، در حقیقت شبی است که اتصال مییابد قضایای زمین با قضایای آسمان و ملأ الاعلی و این اتصال سبب شمان و بدء نزول قرآن کریم است در این شب قدر. هیچ وقت ما نمیتونیم که عظمت و شأن این شب را کوچک تلقی بکنیم یا سرسری از پیش عبور بکنیم. چرا؟ این شب است که در حقیقت قرآن ذو قدر، قرآن با قدر و منزلت بر نبی با قدر و منزلت و به امت با قدر و منزلت شرف نزول یافته است. این نکته ای است که ما عظمت از این شب را و عظمت از این قرآن را و عظمت نزول را در میابیم و قرآن کریم چه تعبیر زیبا می کند: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. پس ماه رمضان ماهی است که قرآن در او نازل شده است. قرآنی که وسیله هدایت و جدا کننده در بین حق و باطل است. پس هر که این ماه را دریابد جهت تشکر از چنین نعمت والا و بزرگ الهی که همان قرآن است باید روزه بگیرد جهت سپاس و امتنان و تشکر. در رابطه با اینکه این شب کدام شب از رمضان است تعبیرهای وجود دارد مختلف، ولی غالبا رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که امام بخاری روایت میکنه میفرماید اینی رأیت لیلة القدر ثم نسیتها. شب قدر را دیدم ولی فراموش کردم. فالتمسوها فی العشر الاواخر من رمضان. این را در 10 روز اخیر رمضان شما جستجو بکنین، این را طلب بکنین. بنابراین اگر وارد از این سوره مبارکه شویم که الله متعال میفرماید که انا انزلناه فی لیلة القدر، هر آن ما نازل کردیم قرآن کریم را در شب مبارکه قدر. در قرآن کریم وقتی که الله متعال از یک فعل با شکوه و عظیم تعبیر بکنه باز ضمیر را جمع میارد. انا هر آن ما، که در این کلمه ما به خاطر تعظیم است، به خاطر اجلال یک عمل است که در اوجا علم، قدرت، توانایی و اراده خداوند متعال تجسیم پیدا میکنه و هرگاه از جلال و شکوه خود تعبیر بکنه در اوجا باز ضمیر را مفرد میارد. اینی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. حضرت موسی علیه السلام اینی انا الله، من همان ذاتی هستم که همه مردم عبادت او را می کند، همه مردم قرب او را می خواهد، همه مردم و مخلوق در شکوه و جلالش متحیر است. اینی انا الله لا اله الا انا، نیست معبود بر حق جز من، فاعبدنی. در این صورت پس خاص مرا عبادت بکنید. در اینجا هم پس انا انزلناه فی لیلة القدر، هر آن ما نازل کردیم قرآن کریم را فی لیلة القدر، در شب قدر. ببینیم که باز هم نام قرآن را نگرفت، از بسی که قضیه واضح و روشن است. و این شب وقتی که قرآن کریم در سوره مبارکه دخان می‌فرماید که انا انزلنا فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین، هر آن ما قرآن را نازل کردیم در شبی که بسیار با خیر بود، بسیار با خیر بود، بسیار با برکت بود. انا کنا منذرین، ما به اساس از این جامعه انسانی را میترسانیم از اینکه قدم را کج بگذارد. بعد در اینجا خداوند متعال میفرماید که و بالحق انزلناه و بالحق نزل، قرآن کریم را به حق نازل کردیم برای جدا کردن حق از باطل و با حق هم در اختیار جامعه انسانی قرار گرفته است. پس مسمی شده این شب به شب قدر، یا از جهت شرفش است و از جهت رفعت شأنش است. بناهن میگن که فلان ذو قدر ای ذو منزلت عالیت و قدر عظیم، این تعبیر را میکن. پس شب قدر را چرا شب قدر میگوید؟ به خاطر که صاحب شرف است، صاحب رفعت شأن است. و از این خاطر هم نسبت به قرآن کریم میشد که قرآن که ذا قدر است، قرآن که به پیامبر ذا قدر و به امت ذا قدر نازل شده است. و میدانیم که قرآن کریم 3 نزول دارد. یکی نزولش از عالم غیب و لوح محفوظ است. قرآن کریم میگه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. و نزول دومش از لوح محفوظ به بیت العزت است که در شب قدر صورت گرفته. و ایتو هم میتونیم تعبیر بکنیم که از عالم غیب هم به لوح محفوظ باز هم در همون شب قدر باشد، از لوح محفوظ به بیت العزت باز هم در شب قدر، و از بیت العزت به قلب پیامبر علیه السلام باز هم در شب قدر. هر 3 تعبیر را گرفته میتونیم، گرچه تعبیر سوم که بر قلب پیامبر علیه السلام دلیل واضح را نداریم.
بناهن خداوند متعال میفرماید که و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مکث و نزلناه تنزیلا. ما قرآن کریم را نازل کردیم برای جدایی حق از باطل. چرا ایرا نازل کردیم؟ علی مکث، ایرا با مکث، قدم به قدم، فاصله در فاصله. چرا این کار کردیم؟ تا جامعه انسانی بتانه پیام را مطابق به واقع بگیره. پس قرآن کلش از عالم غیب آمد به لوح محفوظ، از لوح محفوظ آمد به بیت العزت، از بیت العزت در مدت 23 سال کم کم بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می‌گردد. در این مدت 23 سال طبیعی است که علت را هم قرآن کریم در مقابل سوالی که مشرکین و یا هم اهل کتاب مطرح میکردن که چرا قرآن کریم یک به عنوان یک کتاب اما تو مثل تورات واره، مثل انجیل واره نازل نشده و در اختیار پیامبر اسلام قرار نگرفت. الله میفرماید وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحده. چرا قرآن کریم به عنوان یک کتاب واضح و روشن کامل در اختیار پیامبر قرار نگرفته؟ كذلك لنثبت به فؤادك. به خاطر که دل تو را استحکام ببخشد و ارتباط پیاپی تو را با آسمان نگه بدارد، با وحی نگه بدارد. و رتلناه ترتیلا. و این را واضح هم ما برای حل قضایا ایران نازل میکنیم. ولی ایران باید بدانیم که هیچ قضیه واقعی نمی شود مگر ای که ما وجه روشن از او را برای جامعه انسانی او را بیان میکنیم. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. پس این قرآن کریم کتاب است که انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن را نازل کردیم در شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ استفهام تقریر برای تعظیم و بزرگ داشت است. و ما ادراک ما لیلة القدر. تو چه میدانی که چی شب قدر؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. به این معنا که این ثواب جزیلی که در ایجا است و عطای بزرگی که در ایجا است، عبادت از یک شب برابری میکنه با 1000 ماه. لیلة القدر، شب قدر خیر بهتر است من 1000 شهر، از 1000 ماه، از 1000 ماه بهترتر است. یعنی خداوند متعال برای یک بندش در این شب چنان ثواب عظیم را عنایت می‌فرماید گویا 1000 ماه امی عبادت را، امی نماز را، امی تلاوت را، امی استغفار را، امی تسبیح را، تهلیل را، تکبیر را ای به زبان خود گفته باشد. در یک حدیث هم ما ایره می‌بینیم که رسول علیه السلام داستان از گذشتگان را یادآور می شود که شمشیر خود را 1000 ماه در کمر داشت و در راه خداوند متعال می رزمید. این سخن را وقت صحابه می شنود ایران میگه که ثواب بزرگ چگونه می شود که برای یک انسان با می شکلش داده شود. الله متعال میگه که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چی می دانی شب قدر چیز؟ شب قدر بهتر است از 1000 ماه. بنا اگر در این ماه، در این شب تو عمل صالح را انجام بدی، خداوند متعال برای تو پاداش امی 83 سال و چند روز را عنایت میکند. پیامبر ما علیه السلام هم اول خودش تحریض میکرد که شما قدر کل رمضان را بدانید. رمضان ماهی است که او را به تلاوت قرآن و به عبادت او را باید سپری بکنیم. ولی 10 روز اخیر را وقتی این را میدید بازی را بسیار بسیار زیاد با توجه و عنایت خاصی او را در حقیقت استقلال میکرد. از این خاطر پیامبر علیه السلام میگه که اذا دخل شهر اواخر الشهر، وقتی که اواخر شهر می آمد بعد پیامبر شد معذره، کمر همت خود را به عبادت بسته میکرد و ایقظ اهله، خانواده خود را هم بلند میکرد که شما عبادت بکنن و نماز بخوانن و روزهتان را به زیبایی تکبیر و تهلیل و تلاوت قرآن کریم زیباتر بکنید.
هنگامی که این عظمت شهر 1000 ماه در حقیقت به ذهن انسان تداعی میشه، طبیعتا انسان پرسان میکنه که چی کاری ما باید بکنیم که ثواب بیشتر را بگیریم، چی کاری باید بکنیم که دیگه هم به خداوند متعال بیشترتر نزدیک شویم و عبادت ما زیبا و زیباتر شود. در رابطه به این امر مادر ما شما حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها و ارضاها این مبارکه به پیامبر علیه السلام میفرماید که یا رسول الله، اگر من شب قدر را بگیرم و او را پیدا بکنم، در این شب چی را از خدا مسئلت بکنم و بسیار مهم باید بوده باشد. این یک سوال بسیار عظیم، زیرا ما شما خب بسیار چیزایی داریم که از خداوند متعال میخواهیم و بسیار زیاد با مشکلات و تمنیات بسیار بلند زندگی میکنیم. میخوایم که ای داشته باشیم و ای داشته باشیم و ای داشته باشیم، میخوایم این مشکل محل شود، این مشکل محل شود، این مشکل محل شود. این چیزها را بسیار زیاد در ذهن خود میگیریم، ولی حضرت عایشه میگه مهم نقطه ای که باید او را فراموش نکنیم و او را همیشه ورد خود داشته باشیم. او چی خواهد بود؟ پیغمبر علیه السلام برش میگه که هرگاه شب را تو پیدا بکنی بنان بگو که اللهم اینی باید بگوی که اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم انک کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی و اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پس این وردی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها تعلیم داد. پس چه زیبا خواهد بود که در این عشر اواخر رمضان همیشه این ورد زیبا در کلام ما باشد. چقدر زیبا خواهد بود که ما ای را در سجده هم باید تکرار بکنیم، بعد از نماز هم تکرار بکنیم و به زبان خود بارها بگوییم. زیبا خواهد بود وقتی که به سجده میرین در تراویح همین را بگوین که سبحان ربی الاعلی ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این را بار بار تکرار بکنیم و این پیام است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه رضی الله عنها داده. امام بخاری حدیث را وقتی که روایت میکنه که پیامبر علیه السلام میفرماید که اینی رأیت لیلة القدر ثم نسیتها، ما شب قدر را یافتم بعد فراموشش کردم که در کدام وقت بود. فالتمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، ایره در آخر رمضان در ایره جستجو بکنیم. در حدیث دیگری بازی را توضیح هم میده که در شبهای طاقش ایره جستجو بکنیم. و حدیث دیگری آهسته میگه که در 27 رمضان شاید بیشترتر وقوع از این شب بوده باشد. ایره زیاد گرامی بدارید. پس در کل شبهای طاق 21 و 23 و 25 و 27 و 29 و این شبهای است که ممکن قدر دری پیدا شود. در رابطه با این که سری که در پوشیدن از این شب است همانا تحریض مسلمان ها به بیشتر عبادت است. از خاطر یک قول به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نسبت داده شده که شب قدر در کل سال است، نه تنها در رمضان، در کل سال یک بار است. که کدام شب است؟ منم تو کل سال را باید به عبادت و به زیبایی باید سپریش بکنی. و اگر قول دومی که در کل رمضان است، یعنی از اول رمضان تا به آخر رمضان است. قول سومی که در ده اخیر رمضان است. و بعد قول دیگری که در شبهای طاق رمضان است و زیاد تأکید سر 27 رمضان شده که ما شما برشان باید جدی توجه داشته باشیم. بعد میگه که و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه بهتر است. کلمه 1000 در حقیقت برای تحدید نیست بلکه برای تکثیر است، برای تعظیم است. از این خاطر قرآن کریم یک تعبیر دیگری میگه که میگه مردم بنی اسرائیل غالبا لو یعمر 1000 سنه، اگر 1000 سال برش باز هم عمر داده شد این را کمتر میداند، از این که بیشتر میگیرد. بلکه مراد در اوج 1000 مطلق نیست بلکه 1000 است که حسب تمنیات دیگه هم دراز شده میرود. شبی که قرآن کریم بر قلب مطهر رسول علیه السلام نازل شد
و شبی که قرآن کریم برای منهج برای جامعه انسانی داده شد، این شب از میلیون ها سال کله بهترتر است، از میلیون ها سال کله بهترتر است. چرا؟ انسانی که رابطه خود را با خدا گم کرده بود، انسانی که رابطه خود را با خودش گم کرده بود، انسانی که رابطه خود را با مخلوق گم کرده بود، این کتاب آمد عرصه رابطه را در حقیقت توثیق بخشید، او را متصل گردانید و جامعه انسانی را با این پیام بلند و بلندتر گردانید. روی اساس که خیر من الف شهر، بهتر از 1000 ماه است. بعد میگه که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. تنزل الملائکه برای گرامی داشته از قرآن و احترام از قرآن کریم، ملائکه در وقت نزولش پایین میاد، یعنی میلیون ها لک ها ملائکه جهت تکریم از کتاب عزیز وقتی که از عالم غیب به لوح محفوظ میاد در اینجا نازل میشد، از لوح محفوظ که به بیت العزت میاد در اینجا ملائکه میآید و از وقتی که به قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمد در اونجا نازل می شد. از این خاطر در احادیث داریم که پیامبر علیه السلام به سوره میگه این سوره با بدرگه اینق ملائکه شرف نزول یافته است. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. تنزل الملائکه جمع از ملائکه، بعد اختصاص میده و الروح فیها و حضرت جبرئیل امین علیه السلام در آن شب. واضحی است که وقتی که در قرآن کریم کلمه روح ذکر میشه، در بعض آیات مراد چی است؟ حضرت جبرئیل امین علیه السلام است و حضرت جبرئیل امین علیه السلام وظیفهش همان رساندن پیام الهی برای جامعه انسانی بود، قبل از رسول علیه السلام و تا پیامبر علیه السلام. بعضی علما میگه که تنزل الملائکه تو جمع از ملائکه به تکریم از کتاب عظیم نازل می شود و الروح فیها یک مخلوق غیر از ملائکه به این تعبیر هم میکنه و الروح فیها، یا یک ملائکه خاص دیگری است او هم نازل میشه جهت گرامی داشته از کتاب عظیم و بزرگ. باذن ربهم، به حکم پروردگارشان، من کل امر، برای هر کار. من کل امر میگه که برای هر کار، این هر کار که است در حقیقت تقدیر میکنه. از لوح محفوظ در هر سال در شب قدر پلان یک ساله جامعه انسانی به برای ملائکه داده می شود که فلانه چه وقت می مورد، چی رزقش است، چی اعمالش است، چی کلش در اختیار ملائکه در یک سال برش داده می شود. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم. باذن ربهم من کل امر، برای سپردن هر کاری که تعلق میگیرد در رابطه به انسان همش داده می شود که کی نیکوکار است، کی بدکار است، کی هدایت میشه، کی هدایت نمیشه، کی در کجا میمورد و چی گونه میمورد، کی منافق است، کی غیر منافق است، کی قرآن را زیاد تلاوت میکنه، کی صدقه را میدهد، کی در راه خداوند متعال جهاد میکنه و این کلش در حقیقت در همین شب امو پلان و امو نسخه به اختیار ملائکه داده می شود. از این خاطر اگر ما این شب را گرامی می‌داریم، امید برکتشان را در طول سال انشاءالله خواهیم داشت. بعد الله میگه سلام در حقیقت خیرون. سلام، این شب کلش امن است، کلش برکت است، کلش خیر است. سلام کلها خیرون کلها حتی مطلع الفجر، تا ای که این ملائکه یکی پی دیگر نازل می شود جهت رحمت، جهت مغفرت، حتی مطلع الفجر، تا سپیده دم صبح. تا سپیده دم صبح خداوند متعال این نزول ملائکه هم ادامه دارد. ملائکه به تعبیر مختلفش، یک گروه ملائکه میاد که همانا رحمت واسعه را تجلی می بخشد برای جامعه انسانی. ملائکه دیگری می آید و دوجا مغفرت میخواهد برای مسلمانایی که ایمان آوردن و در این شب به قیام اللیل سپری شدن. ملائکه دیگری میآید که پیام های الهی را
در حقیقت با تمام زیباییش در اختیار میگیرد و او را حسب امو افراد در حقیقت با امو لطافت و زیبایی که به شأن ملائکه است او را نافذ میکند. سلام، این شب با امن است، شب با برکت است، شب ثواب و خیر از آذان مغرب تا به طلوع فجر. وقتی که ما میبینیم که در حقیقت یک دوران است، چه وقت صبح ما میشود تا به غروب، به ما اهلی که در یک کشور زندگی میکنه و یک شب را در حقیقت همون دوران مکملی است که کل زمین جامعه انسانی را در بر خواهد گرفت. هیچ کس بیرون نمیشود. بنان این شب در حقیقت خیر است. سلام، خیر و برکت و امن است در ایشان. من سلام هی حتی مطلع الفجر، از صبح صادق شروع میشه تا به غروب آفتاب ادامه پیدا میکنه. بس یک وقتی است جالب که از شب شروع میشود و تا به غروب این بر ما میدهد حتی مطلع الفجر. چقدر زیبا خواهد بود که در این شب بسیار دراز و شب با امکانات و شبی که در اینجا انسان تحریض به عبادت می شود، اگر ما ایره استقلال بکنیم و ایره با خود داشته باشیم، من امید دارم که انشاءالله خداوند متعال خیر را نصیب ما میکنه. پس کوشش بکنین که روزهای دیگه خود گذشت، ما شما 27 و 29 را در اختیار داریم. بیاین این 2 روز را استقلال بکنیم و تعهد بسپاریم که انشاءالله به الله متعال و قیام اللیل سپریش میکنیم. این شب را فکر بکنین که یک شبی است که ما باید بیدار باشیم و تعهد به بیداری بکنیم و همون تعبیر رسول علیه السلام را زنده بکنین که شد معذره، خودش کمر همت میبسته و ایقظ اهل، خانوادهش بیدار میکرد. پس تمام پدران و بزرگان خانواده خودش هم ممارست بکنن این شب را و دیگران را به این شب تحریض ببخشد، کمکش بکنه، مساعدتش بکنه که اونها همه خانواده کتاب الله را تلاوت بکنند، ذکر الله را بگوید و این ورد مبارکی که حضرت عایشه رضی الله عنها را تعلیم داده که اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، این را بار بگوید. پس چقدر زیبا خواهد بود که رابطه خود را با خداوند متعال در این شب استحکام ببخشیم. شما امت مرحومه ای هستین، الله متعال به واسطه از این دین شما را اعزاز نصیب کرده است. پس کوشش بکنین این عزت را با خود داشته باشین و حفظش بکنین. و جزاکم الله خیرا و اسعد الله اوقاتکم بكل خیر و صلی الله و سلم و بارک علی محمد و علی آله و صحبه ولمن دعا بدعوته الى یوم الدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آقا رضا از شیراز، علیرغمی که من ازشون خواستم شبهه مطرح نکنم باز شبهه مطرح کردن. من